سلام علیکم دوستان عزیز، باز هم خوش آمدید به درس های تکنیک های ویندوز. دوستان عزیز، امروز اولین تکنیک ویندوز ما شما کار میکنیم که طریقه خود تبدیل کردن آیکن کامپیوتر به یک عکس دلخواه. ببینید این قسمت عنوانش هست میگه change my computer icon to an image، یعنی میگه ما به چه شکل باید بتونیم که خود آیکن کامپیوتر خود به یک عکس دلخواه یا ایمیج دلخواه تبدیل کنیم. دوستان عزیز، به خاطر این کار چند مرحله را باید طی بکنیم. در اینجا مثلا هر عکس یا هر پیکچر یا فوتوی دلخواهی را که شما میخواین بالای آیکن کامپیوتر اپلای بکنین و تصویر بالایش رایت کلیک میکنین. ببینید یک تصویر ما در روی دسکتاپ کپی کردیم، میخوایم میگویم این تصویر بالای خود آیکن کامپیوتر اپلای بکنیم. این تصویر است. دوستان عزیز، بالای خود تصویر رایت کلیک میکنیم. اینجا یک گزینه داریم به نام ادیت، یعنی ما باید خود تصویر خود در پروگرام MS Paint که یکی از پروگرام هایی است که مربوط به خود ویندوز میشه که در درس های ویندوز ما و شما جزئیاتش کار کردیم. در این پروگرام ما باید را ادیت بکنیم. وقتی ادیت کردیم دوستان عزیز، ببینید که خود تصویر ما در برنامه MS Paint اوپن شد یا باز شد. اگر شما میخواستین بعضی از اشکال یا بعضی از تغییرات هم درش ایجاد میتونیم، ولی نه، ما تغییرات ایجاد نمیکنم. میگم باید امی عکس ما به شکل ساده بالای خود آیکن کامپیوتر ما اپلای شود. پس میایم در قسمت منوی فایل. دوستان عزیز، از قسمت گزینه سیو اس چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. وقتی بالای گزینه سیو اس کلیک میکنیم بکس مکالمهش باز میشه. دوستان عزیز، در بکس مکالمه برای ما میگه شما میخواین امی تصویرتان به چی شکل ذخیره بکنین. البته اینی موقعیت طرف چپ صفحه که شما میبینین موقعیت های خود یا لوکیشن های دلخواه کامپیوتر است که در هر لوکیشنی که ما خواسته باشیم میتونیم این تصویر را ذخیره بکنیم. مثلا میگم باید در روی دسکتاپ باشه. و از قسمت دوستان عزیز، این دو موضوع را زیاد متوجه میشن که در قسمت ما درش تغییرات ایجاد میکنیم. فایل نیم است، مثلا میگم نامش باید با یک نام دلخواه باشه. مثلا میگم نامش به نام حامد باشه. وقتی نامش دوستان عزیز تغییر میتیم، میگم ما باید یک دات اضافه میکنیم. میگم ICO، یعنی اکستنشن ICO آیکن این ضروری است. اگر این اکستنشن ما شما یا پسوند اضافه نکنیم باز کار ما به نتیجه میماند. از این جمع از قسمت تایپ هم بیتمپ 24 ما شما برش انتخاب میکنیم و در قسمت که انتخاب کردیم دوستان عزیز، ببینید که ما خود اکستنشن از بین رفت. دوباره اکستنشن از قسمت تایپ میکنیم، میگم .ICO و ما هم در دسکتاپ همین تصویر چی میکنیم؟ ذخیره میکنیم. وقتی سیو کردیم دوباره پروگرام کلوز میکنیم. دوستان عزیز، ببینید که به نام حامد در قسمت ذخیره شده و تصویر گذشته شما هم چی میکنیم؟ از قسمت دلیت میکنیم. حالا میخوایم دوستان عزیز که خود تصویر خود بالای خود آیکن کامپیوتر اپلای بکنیم. پس رایت کلیک بالای دسکتاپ میکنیم، یعنی در خود روی دسکتاپ ما رایت کلیک میکنیم. اینجا گزینه داریم به نام پرسونالایز. وقتی پرسونالایز باز کردیم در قسمت دیمز میم و از قسمت یک گزینه داریم به نام دسکتاپ آیکن ستینگ، یعنی تمام آیکن هایی که در روی دسکتاپ ما هست از قسمت تنظیمات شما میتونیم جور بکنیم و یا هم تنظیم بکنیم. دوستان عزیز، بالاش کلیک کردم میبینیم که بکس مکالمهش باز شد. اینجا هر آیکن که مربوط به روی دسکتاپ میشن اگر شما خواسته باشین میتونید از قسمت تغییر بدین. مثلا ما میخوایم میگم همون تصویری را که ما شما در پروگرام MS Paint به شکل آیکن جور کردیم میخوایم بالای خود آیکن کامپیوتر اپلای شود. پس آیکن کامپیوتر را انتخاب میکنیم. اینجا گزینه داریم به نام چنج آیکن، یعنی میگه باید آیکن های خود کامپیوتر یا آیکنی که مربوط به خود کامپیوتر میشه باید تبدیل شود. وقتی بالایش کلیک میکنیم دوستان عزیز، این قسمت آیکن هایی است که توسط خود سیستم بر ما ارائه میشه. میتونیم از این آیکن ها هم استفاده بکنیم، ولی اگر ما یک آیکن دلخواه به شکل تصویر خود ما دلخواه جور کرده باشیم باز میایم در قسمت منوی در بخش گزینه براوز. وقتی بالای گزینه براوز کلیک میکنیم بکس مکالمهش باز میشه. میگه شما موقعیت تصویر یا تصویر را که شما ادیت کردین میخواین بالای آیکن کامپیوتر اپلای بکنین، موقعیتش انتخاب بکنیم. این موقعیتش در روی دسکتاپ از به نام حامد. این از این قسمت اوپن میکنیم، میگم اوکی و از اینجا میگم امی تغییرات باید بالایش چی شود؟ اپلای شود، یعنی باید بالایش تطبیق شود. ببینید دوستان عزیز، فعلا اگر ما اینجا را کلوز کنم میبینید که بالای دسپیسی ما تصویر دلخواه ما اپلای شد. وقتی ما بالایش دابل کلیک میکنیم میتونیم از این قسمت بعد درایو های خود چی کنیم؟ عبور پیدا کنیم، یعنی بعد درایو های خود دسترسی پیدا بکنیم.
و اگر میخواستین دوستان عزیز دوباره میگم باید آیکن کامپیوتر ما به شکل اولی برگرده، به خاطر از بین بردن تصویر از خود آیکن کامپیوتر. رایت کلیک میکنیم در قسمت پرسونالایز، در بخش دیمز میم از قسمت دسکتاپ آیکن ستینگ انتخاب میکنیم و بالای آیکن کامپیوتر یعنی آیکن کامپیوتر انتخاب کرده اینجا گزینه داریم به نام ریستور دیفالت. میگم همه تغییراتی که بالای آیکن کامپیوتر ما آورده شده باید به حالت اول برگرده. این گزینه را کلیک کرده و از قسمت اپلای میکنیم. وقتی اپلای کردیم میبینیم دوستان عزیز که خود آیکن کامپیوتر ما به شکل اولی برگشته. این بود دوستان عزیز تکنیک اولی در ویندوز. باز تکنیک دومی را در ویدیوی بعدی کار میکنیم.